الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، مهمان امروزه ما صحابه دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو عبیده ابن جراح می باشد که نام اصلی ایشان عامر ابن عبدالله ابن جراح است، اما لقبشان ابو عبیده. ابو عبیده مورخین میگویند که یک جوان هم صورت زیبا داشتند و هم سیرت زیبا. درباره این صحابه گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بشارت زیبا دارد که می فرماید لکل امت امین و امین هذه الامه ابو عبیده. پیامبر که رحمت للعالمین است می فرماید هر امت یک راستگو، راست قول، امانتدار دارد و امین و امانتدار امت من کی است؟ ابو عبیده. دوستان گرامی، در باره ابو عبیده فرزند حضرت عمر عبدالله چنین یک جمله زیبا دارد و می فرماید که ثلاثه من قریش اصبح الناس وجوها و احسنها اخلاقا و اثبتها حیاء ان حدثوك لم یکذبوک و ان حدثتهم لم یکذبوک. ابو بکر الصدیق و عثمان بن عفان و ابو عبیده. حضرت عبدالله ابن عمر جمله زیبا گفتند که در قریش ما 3 نفر داشتیم که بهترین صورت را دارند و این چنین بهترین اخلاق را دارا بودند و این چنین جمله سومی که برای اینها گفت چنین بود که اگر سخنی می گفتند حتما که راستگو و راست قول بودند و اگر برایشان سخنی گفته می شد قبول می کردند. اینها کی هستند؟ یکی صدیق این امت ابوبکر صدیق است، دیگر حضرت عثمان و سومین حضرت ابو عبیده که ما در باره‌اش صحبت داریم. دوستان عزیز، از این جمله حضرت عبدالله یک درس بزرگ می توانیم آموخته باشیم که ببینیم صحابگان گرام بین خود چه مقدار محبت داشتند، چه مقدار یکدیگر را دوست می داشتند و در اطراف در باره یکدیگر خوشبین و خوشگفتار بودند. و ای کاش در این زمان ما هم چنین می بود که ما یکدیگر را دوستدار باشیم، امت اسلامی، و یکدیگر را با چشم تحقیر ننگریسته باشیم. اگر چند بین صحابگان گرام بعضی از اختلاف ها بود، اما یکدیگر را دوست می داشتند و اختلافشان به خاطر خدا بود. قصه دیگر، دوام قصه این است، دوام حیات حضرت ابو عبیده که انسان ثابت در دین بودند. یک نفری که در روزهای اول اسلام آمدند و به اسلام مشرف شدند، یکی از آنها حضرت ابو عبیده است که با واسطه حضرت ابوبکر رضی الله عنه آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. و این چنین دیگر از قهرمانی هایی که ابو عبیده انجام دادند این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز نزدشان یکی از مسیحیان آمد و فرمود که یا ابوالقاسم، ای پدر قاسم، ما در بین خود یک اختلاف داریم، یکی از صحابگان خود را برای ما انتخاب کن تا با ما رفته همین اختلاف ما را برطرف کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این نفر آمده گفتند که شما کم انتظار شوید تا بگاه، و از بین صحابگان گرام حضرت ابو عبیده را انتخاب کردند و فرمودند که یا ابو عبیده اخرج معهم، با اینها برو، فقضی بینهم بالحق فیما اختلفوا فیه، بین اینها قضاوت به حق بکن و در آن مسئله که اینا اختلاف دارند. و ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بین این قدر صحابه انتخاب کردند حضرت ابو عبیده را، به آن خاطر که امین بودند، صادق بودند و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک درجه و قیمتی داشتند. و دیگر خدمتی بزرگی را که حضرت ابو عبیده انجام دادند
در غزوه احد بود که مسلمان ها خیلی به تنگ آمده بودند و در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 نفری که باقی مانده بود، یکی از آنها ابو عبیده بود و خود را سپر پیامبر صلی الله علیه و سلم گردانید تا به پیامبر ضرر نرسانده باشند. و دیگر قهرمانی که ابو عبیده کرده بودند رضی الله عنه این بود که از روز اول اسلام تا به مرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر صلی الله علیه و سلم در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه ها اشتراک کرده بودند. و این چنین بعد از پیامبر گرامی اسلام، بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر تا آخر حیاتشان در پهلوی حضرت ابوبکر بودند و خدمت خلیفه مسلمان ها را کردند. و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت میخواستند نفری را خلیفه انتخاب کرده باشند. اول شده حضرت عمر از ابو عبیده خواست که بیا ما شما را خلیفه مسلمان ها گذاشته باشیم، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما امین این امت هستید. اما حضرت ابو عبیده رد کردند، گفتند که از من بهتر نفر دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را در نماز پیش در آورد، در نماز امامش گردانید، این باشد حضرت ابوبکر بود. و با نصیحت حضرت ابو عبیده و اینچنین حضرت عمر و اتفاق صحابگان حضرت ابوبکر را انتخاب کردند و این تا زمانی که حضرت ابوبکر خلیفه بودنش تا به وقت مرگش نصیحتگرش حضرت ابو عبیده بود. و اینچنین در زمان حضرت عمر حضرت ابو عبیده سردار لشکری بود در بلاد شام، در شهر ناحیه های شام و با خدمت و ثابت بودن حضرت ابو عبیده اهل شام مشرف گشتند به اسلام عزیز. و دیگر خدمتش این بود که حضرت ابو عبیده پیش از مرگشان چند نصیحت به اصحاب گرام کردند. گفتند که شما نماز خود را برپا داشته باشید و زکات مال خود را ادا کرده باشید و اینچنین حج و عمره کرده باشید و صدقه کنید، نصیحتگر امیرهای خود باشید و از امرهای آنها سرپیچی نکنید. و یک جمله زیبای دیگر را فرمودند که شما را دنیا هلاک نکند، شما را دنیا فریفته نکند. اگر در این دنیا 1000 سال هم زندگی کرده باشید عاقبت مرگ به سراغ شما می آید. و جمله آخرشان این بود، به سوی حضرت معاذ ابن جبل نگریستند و گفتند که معاذ وقتی من از دنیا می گذرم جنازه منو شما خوانده باشید. و بعدی که از دنیا گذشت چنین هم شد که حضرت معاذ ابن جبل جنازه حضرت ابو عبیده را گذاشتند. دوستان عزیز، این از یک بحر ما گویم یک قطره رسانیدیم از حیات حضرت ابو عبیده. چه مقدار و زیاد برنامه و قصه و تاریخ های دیگر است که از حیات حضرت ابو عبیده قصه می کنند. و چند درسی که ما از این برداشته باشیم این بود که ما ثابت بودن را در دین از حضرت ابو عبیده آموخته باشیم. ببینید که خود را سپر پیامبر صلی الله علیه و سلم گردانید. ببینید که وقتی اون را به طرف مسیحیان همچون قاضی روان کردند و قضاوت کرد با حق، هیچ کدام طرفی را ننگریست. ما این استواری را از حضرت ابو عبیده آموخته باشیم. یک شما را به الله منان می سپارم تا برنامه های بعدی. در امان الله مهربان باشید.